حتما برای شما هم پیش اومده که ایمیلی ارسال کنین و بعد از ارسال ایمیل پشیمون بشین. چرا؟ متن اشتباه نوشتی، اسم اشتباه نوشتی، چیزی باید اتچ می‌کردی یادت رفته. همیشه اینجا آرزو می‌کنی که شاید یه راهی وجود داشت من ایمیل رو پاک می‌کنم یا ادیتش می‌کنم. این راه وجود داره. توی مایکروسافت آوتلوک بهش میگن ریکال کردن. چجوری ریکال می‌کنیم؟ بریم با هم دیگه ببینیم. من یه مسیج آماده دارم ارسال می‌کنم برای گیرنده‌ای و بعد میام توی سنت آیتم. اینجا توی سنت آیتم ایمیلی که ارسال کردم رو دارم می‌بینم. روش دبل کلیک می‌کنم و اینجا میتونم توی فایل گزینه ریکال رو انتخاب کنم. گزینه ریکال رو که انتخاب میکنم در حقیقت به من 2 تا آپشن میده. یکی که مسیج رو دیلیت کنم به صورت کلی انگار اصلا ارسال نشده، یا اینکه دیلیتش کنم و دوباره ارسالش کنم، یه جوری ادیتش کنم. این در قراره که این کارو بکنیم بیایم با هم دیگه بریم توی در واقع ایمیل گیرنده. ببینید گیرنده ایمیل رو گرفته، دریافت کرده ولی هنوز بازش نکرده. اگر بازش بکنه شما نمیتونید ریکال کنید. خب بیایم ریکال کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما میخوایم دیلیتش بکنیم. اینجا من گزینه دیلیت کردن ایمیلی که ارسال کردم رو انتخاب کردم و حالا اتفاقی که میفته اینه که یک ایمیل دریافت میکنم. توی این ایمیلی که دریافت میکنم به من میگه تو میتونی ریپورت ریکال تو ببین. یه جوری لایو میبینی که داره چه اتفاقی میفته. آیا موفقیت آمیز انجام شد یا نه؟ چون دلایل زیادی وجود داره که شما نمیتونید ریکال بکنید. خب اینجا تو قسمت پندینگ میام میبینم که هنوز وضعیت پندینگه. برگردیم توی میل باکس گیرنده. تو میل باکس گیرنده پاک شده. خب اینجا هنوز آپدیت نشده. میتونید بعد از 1 دقیقه عموما ریفرش که میکنید میبینید که بله توی ریپورتتون داره نشون میده که ایمیل پاک شده. خب چه دلایلی وجود داره که شما نمیتونید یک ایمیل رو ریکال بکنید؟ یکی از دلایلش اینه که اون ایمیل با یه پلتفرم دیگه داره نگهداری میشه. یعنی مثلا دارین از آوتلوک میفرستین، مایکروسافت میفرستین به گوگل، جیمیل. اینجا خیلی وقتا کار نمیکنه. اگر بیرون سازمان شما باشه کار نمیکنه و موارد دیگه‌ای که باعث میشه متاسفانه ریکال به درد شما نخوره. راهکارش چیه؟ یک راهکار فوق‌العاده داره که با ساختن رول این اتفاق میفته که بهتون میخوام این رو آموزش بدم.